دوستان عزیز اکنون نبرد پهلوان تاجیک شکر محمد میر محمدов شروع خواهد شد. شکر محمد میر محمدов پهلوان 22 ساله تاجیک با رقیب 25 سالش از قرقیزستان به نبرد میبراید. گانوف پهلوان است که دو مراتب از دست شکر محمد میر محمدов شکست خورده است. بالات گانوف پهلوان قرقیز حالا در اینجا حضور دارد در اینجا بوده است. دو مراتب از دست شکر محمد میر محمدov شکست خورده است و همچنین با سرمربی تیم منتخب جمهوری تاجیکستان محمد عبدالرحمانov که در کنار شیشته است همین پهلوان قرقیز نبرد کرده است. عبدالرحمانov نیز او را شکست داده بود. یعنی پهلوانان قرقیز در چنگال پهلوانان تاجیک آنقدر قوام نداشتند و حالا اکنون برای دوباره نشان دادن هنر زیبا ولادیمیر ایلچانینov نیز در کنار نشسته است. مصلحت می‌دهد برای شکر محمد میر محمدov شکل‌ها یا روش‌های گشتن خود را گرفتند و این بالات باشد. حالا برای شکر محمد میر محمدov لازم است که روش خوب را پیش گیرد و این بالات را افتاند. انا این کمفعالی بالات است. یک وزاری را شکر محمد میر محمدov کار میکند. دوباره نشان داده است این وزاری را. حالا دوباره مرکز طلب است همکسبانش دارد که این حالت را دوباره ببینند و آیا وزاری بود یا نه. اگر اون حالتی امکان تکرار نیست از این خاطر فکر میکنم وزاری بود. خانساک مکی اکنون برای غیر قاعده استفاده بردن اصول را نشان میدهند. ببینید برعکس حال شکر محمد میر محمدov را جزا میدهند برای این اصول و رقیب را غالب میدانند.